درود دوستان، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. در مورد تنفس اوجایی امروز میخوایم با هم صحبت بکنیم و کار بکنیم. گفتیم که تنفس اوجایی در سانسکریت یعنی پیروزی، تنفس پیروزی، و این یک سبک از پرانیاما هستش در یوگا که ما با این تنفس اوجایی یا پرانیاما اوجایی کار داریم. خب به این ترتیب هستش این تنفس اوجایی. ببینید تنفس معمولی که از بینی میگیریم و از دهان اینطوری به این حالت میدیم بیرون، درسته؟ حالا به همین حالتی که میخوایم بدیم فقط لبمون رو به هم میبندیم. این نحوه بیرون دادن اوجایی میشه، درسته؟ حالا به همین طریق نحوه دم کشیدن، نفس درون دادن خودمون هم به همین صورت با همون دهان بسته ولی از این ته حلقمون اون زبون کوچیکری خورده به هم نزدیک میکنیم به حلقمون انجام میگیره به این صورت. اوایل ممکنه براتون سخت باشه هم دم و هم بازدم اوجایی رو انجام بدید. میتونید فقط بازدم اوجایی که راحت تره براتون انجام بدید به این حالت که به این حالت. خب حالا چه بنفیت و چه سودی داره برای ما این تنفس اوجایی؟ ببینید باعث میشه که این مقدار استکاک بده به این تنفس‌های ما و یه مقدار نفس‌های ما دیرتر خالی بشه و باعث میشه که خون جریان بیشتری تو مغز ما پیدا بکنه و همچنین تو قلب ما شروع کنه تندتر زدن و این امر باعث میشه که مغز ما خودشو بتونه ترمیم بکنه و انرژی مغزیمون رو بتونیم حفظ بکنیم، متمرکز باشیم. حالا اگر خوب حواسمون به دم و بازدممون باشه، یواش یواش ما در لحظه حال قرار میگیریم. از اطرافمون دیگه حواسمون پرت به اطرافمون نمیشه و همینطور که ما ادامه میدیم این تنفس ها رو به مرور که توش مهارت پیدا میکنیم ما رو توی لحظه حال قرار میده، بدون که حالا مثلا بخواید سعی تلاش ذهنی داشته باشیم. اتوماتیک ما به مرحله زمان حال و آگاهی حال میرسیم و هر آنچه که هست در همین زمان حال و حال بودن قرار داره و بدن ما این خون رسانی هاش بیشتر میشه و از سلولای بدنمون شروع میکنن خودشونو بازسازی کردن و اولین چیزی که برای ما به ارمغان میاره خواب راحته، جسممون سبکتر میشه و روشن‌تر فکر میکنیم، تمرکزمون زیادتر میشه و الی آخر. پس اول از همه ما تنفس اوجایی یک بار دیگه با هم دیگه مرور میکنیم. ببینید تنفس معمولی که میکشیم این معمولیه، از دماغ میگیریم از دهن میدیم بیرون. حالا همین حالت رو با لب بسته، این بیرون دادن این سبکی که از اینجا میاد بهش میگن اوجایی و بعد در نفس کشیدنمون هم اوجایی میکنیم و نفس بیرون دادن رو هم اوجایی میکنیم. به ترتیب اگه این کارا رو انجام بدین یواش یواش شما میتونید توش مهارت پیدا کنید. حالا اگر سوالی هم داشتید برای من کامنت کنید، خیلی خوشحال میشم که با شما در ارتباط باشم. مرسی، موفق باشید.